در نتیجه تصادف نقلیاتی در نوحه خراسان ولایت ختلان که کاربران با فرستادن چندین نوار دهشتبار تصویر کردند، به اطلاع رسمی یک کس جان باخته، مجروحان نیز هستند. حادثه روز 18 آگوست سال 2024 روی داد. سبب صدمه و زیان رسیده تا حال حساب نشده است. بنا به نوار فرستاده کاربران روز 18 آگوست یک دولان در حدود نوحه خراسان به چند ماشین برخورده است. دولان از طرف دوشنبه آمده است. در نزدیکی نقطه فروش سوزشواری یک ماشین را زده است، سپس به چند ماشین دیگر برخورد. گفت یکی از کاربران در نوارها دیده می شود که ماشین دولان در راه چپه شده است و چندین خودرو از پیش و پهلو آسیب دیدند. بعضی از مجروحان در کنار راه ایستادند و برخی را به ماشین سوار کرده به بیمارستان میبرند. نوبدار ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان بعد از ظهور 18 آگوست خبر صدمه نقلیاتی را در نوحه خراسان تصدیق کرد. وی در تماس تلفنی گفت یک نفر جان باخته است و مجروحان نیز هستند، اما معلومات دقیق نداد. یک کارمند حکومت نوحه خراسان در صحبت تلفنی گفت که حادثه در مرکز نوحه شده است، در جایی که ماشین ها زیاد می ایستند. طبق معلومات ابتدایی یک نفر به هلاکت رسیده، تقریبا 10 نفر جراحت برداشتند. بازرسی دولتی اتومبیلی شرح می دهد. افزود منصوبت ما این نخستین صدمه پرقربانی با اشتراک ماشین‌های بارکش دولان در راه‌های تاجیکستان نیست. از جمله شب 7 آگوست سال 2023 بر اثر در درآمدگاه شهر کولاب به چند ماشین و خانه‌های مردم برخوردن یک ماشین دولان که از خطای مال‌های کنسیلیاری می آورد 10 نفر هلاک و 13 تن دیگر زخمی شدند. راه‌های تاجیکستان از لحاظ صدمه‌های مرگاورش پرخطر دانسته می شود. هر سال بر اثر صدمه‌ها در راه‌های تاجیکستان تا 400 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 1200 تن دیگر معیوب می شوند.